برعکس برای کسایی که ایرور میده کافی که وارد تنظیمات گوشیتون بشید. از این قسمت وارد اعلان ها یا مرکز کنترل میشیم که به صورت تصویری هم براتون دارم نمایش میدم. اعلان های شناور از این بالا کافی که شیزوکو رو سرچ کنید و برنامه‌اش رو پیدا کنید و از فروشگاه پلی میتونید شیزوکو رو دانلود کنید، از جای دیگه دانلود نکنید بچه‌ها. واردش که شدیم اعلان هاشو حتما باید فعال کنیم. بعد از اینکه فعالشون کردیم از این قسمت دیگه خارج میشیم و کارمون اینجا تموم. خب در مرحله بعدی حتما باید به یه وای فای، یه گوشی یا یه وای فای معمولی فرقی نمیکنه روی پرنینگ که زدیم. خب میبینیم که دسترسی به ما داده نشده و باید فعالش کنیم. روی این گزینه کلیک میکنیم تا این ارور رفع بشه. بعد از اینکه روی این گزینه کلیک کردیم بچه وارد این قسمت میشیم که گزینه‌ای که من علامت زدم رو باید فعال کنید از این قسمت و بعد از اینکه این تیک ها رو فعال کردید وارد اشکال زدایی بشید و این تیک رو هم فعال کنید تا اوکی بشه و روی این قسمت کلیک کنید. جفت‌سازی یه دونه کد میاد که این کد رو باید در قسمت بالا وارد کنیم. بعد از اینکه این کد رو وارد کردیم در قسمت بالا دیگه تقریبا نصف راه رفتیم و دقت کنید حتما به وای فای وصل باشید تا کد بیاد براتون. خب حالا کافی که وارد شیزوکو بشیم، یه دونه بیایم بک و روی استارت کلیک کنیم. بعد از اینکه روی استارت کلیک کردیم دیگه تقریبا اوکی شده و 5 ثانیه طول میکشه تا اینجا اوکی بشه. بعد از اینکه 5 ثانیه رو صبر کردیم الان دیگه فعال شده و فقط کافیه که دکمه دسترسی از این قسمت رو به ستیدید بدین. وارد اینجا میشیم، دسترسی رو به ستیدید میدیم که اون ستیدید قرمز نباید باشه بچه‌ها، روی این ستیدید سفید باید بزنید کدها رو که اینم آموزش رو براتون میذارم و برنامه‌شو داخل تلگرام هم قرار میدم. خب دیگه تمومه و همه مراحل رو رفتیم تقریبا و الان چیزی نمونده و ستینگ برای ما فعال شده. وارد برنامه میشیم. برای اینکه بتونیم ستینگ وارد کنیم روی دکمه آبی میزنیم. بعد از اینکه روی دکمه آبی کلیک کردیم میتونیم به راحتی ستینگ خودمون رو وارد کنیم. از اون بالا هم حتما دقت کنید که روی سیستم تیبل باشه. دکمه اد فروم کلیپ بورد رو فعال میکنیم و دیگه چیز زیادی نمیمونه و الان برای ما فعال شده.